سلام عزیزای دلم، امیدوارم روز خوبی داشته باشین و حال شما خوب باشه. عزیزان، این گل زاموفولیا است. اسم این گل زاموفولیا است. امروز میخوام تکثیر این گل زیبا رو برای شما توضیح بدم. امیدوارم که بپسندین. خب، ما چند تا برگ از گل جدا کردیم برای کاشش. امروز چند تا برگ از این گل زیبا ما ازش جدا میکنیم، مثل این که این ساقه یه خورده این میام تا یکم سه تا. البته باید با قیچی چینده بشه که من با دست کندم و چند تا دیگه هم از برگای دیگه میگیریم، طوری بگیریم که این گل مشخص نشه که خب عزیزان، ما برای تکثیر زاموفولیا از این نیاز داریم که آب از روش سریع رد بشه. بعد اینو با خاک مخلوط میکنیم که اکسیژن رسانی خوبی به خاک بده، رطوبت خاک رو حفظ کنه. چون گلم توی اتاقه، کارهای گلم از تو اتاق انجام میدم، مثل تکثیر گلها یا ضدعفونی خاک گلها یا کلا پرورش گلها رو من بیشتر تو اتاقه، چون تو فضای باز زیاد جایی ندارم. حالا ما میایم برگ ها رو به این صورت سعی میکنیم که این دنبک برگ باشه، چون بیشتر از اینجا ریشه میده. این گل بسیار زیبای زاموفولیا وقتی الان کاشته شد، بعد از 7 ماه این گل جوانه میده. بستگی داره که تو چه شرایطی رشد بکنه. در بهترین شرایط بعد از 7 ماه جوانه میده. به همین صورت مرتب میکنیم. یه خوردم
پاشو صفر میکنیم که به این صورت ما فشار میدم پاش صفر بشه. اصلا نباید خاکش خیلی خیس باشه، نباید خیلی لجن بشه، باعث پوسیدگی برگ میشه و نباید اصلا خشکی بخوره که ریشش خوش نشه. گاهگداری هم از کود هیومیک اسید استفاده کنین که خاک و ضد عفونی و ریشه گل رو تقویت میکنه. اصلا طاقت هوای سرد رو نداره، جلوی کولر نباید باشه، جفت بخاری هم نباید باشه. بعد از 7 ماه جوانه میزنه، سالی 3 الی 4 بارم پادوش میده. من این گل رو قبلا کاشتم دقیقا 6 ماه پیش، یعنی در تابستان، مرداد ماه تابستان کاشتم دیگه. تو این فروردین دیگه باید پاجوش بده، باید جوانه بده.